سلام، شقایق تنکاوی هستم. 5 نکته برای کمپ اولی ها آموزشی داریم که در خدمتتونم. حتما گروهی سفر کنید و با یه تور گروهی خوب و مجرب، به خاطر اینکه چالش‌های کمتری در سفر اولتون داشته باشید. به تغذیه خودتون اهمیت بدید. حتما برای شبهاتون یه غذای گرم در نظر بگیرید و سعی کنید که یه غذای کمپی طبخ بکنید. غذایی که خودتون طبخ میکنید به طبع خیلی لذت بخش تره تا غذایی که به صورت آماده و کنسروی همراهتون بیارید. کمپ راحت تر شروع کنید. یعنی چی؟ یعنی کمپی که آب و هوای بهتری داره، کمپی که کوله کشی نداره و راحت تر میتونید شب رو بگذرونین. این باعث میشه که بتونید تور کمپی رو ادامه بدید. تجهیزات خودتون رو تا حد امکان کامل بکنید. زیرانداز کیسه خواب و ظروف آشپزی رو همراهتون ببرید و تا حد ممکن چادر رو کرایه بکنید. چرا؟ چون ممکنه اصلا از این سبک سفر خوشتون نیاد و نخواین کمپ رو ادامه بدید. پس بهتره که اول کار خیلی هزینه نکنید. لباس مناسب بردارید. فرق نمیکنه که چه فصلی از سال باشه. حتما پانچو یا کاپشن همراهتون باشه به همراه لباس فصل برای روز. اگر شما هم کمپ اولی هستید، پیشنهاد من برای شما کمپ شهیون در اوایل اسفند ماهه.